فکر کنم 2 تا لاستیک هم میخواد. آره حالا لاستیکاش هم طوری نیستن ها، ولی خب میخواد. ماما در کندم تو رو قرآن، در باز کن. جونم ماما خیلی مرکز تو موقعیت هستیم حسب دستور مقام قضایی جهت اجرای حکم. بابا هماهنگ باشین دستورتون. کیه در کندن از جا؟ یا ابوالفضل. مرکز حسب دستور قضایی جهت اجرای حکم در محل مذکور هستیم. موتور سنگین رویت شد. آقا بچه داری؟ دور به جون بچه. موتور بچه مزش نگیر، الان 1 هفته بیشتر نیست این موتور گرفته. تموم زندگیش این موتور آقا. دور به ابوالفضل. صبر خانم صبر کن با بررسی بشه. بابا هیچ موقع هیچ زمانی حتی اگه خواستم منو اعدامم کنن سر تو جلوی هیچ کس خم نکن. اگه مشکلات این مملکت با بردن این موتور حل میشه همین الان ببرش. اگه اختلاط، بیپولی، فقر، بیکاری حل میشه یا آتیشش بزنیم ما. چی میگی بچه جون برا خودت؟ دستور از بالاست، همین رفیقات فروختنه. این که داستان جدیدی نیست از رفقای ما، ولی ای کاش شما یه بار بیستی میزدی به اون بالایی، میگفتی به حسب دستور قضایی مجوز موتور رویت شد. دیگه قرار نیست موتور سوارا واسه خاطر ما شب با استرس بخوابن. دیگه قرار نیست موتور سوارا واسه خاطر ما، واسه فرار از دست ما کف خیابون پرپر بشن. الان هم مبارکت باشه جناب سروان. ببرید. آخه بابا باغ تابات منو درکم کن.